Integrated Engineer اوضاع به هم ریخته سازمانی با اینستاگرام و شوی لینکدینی درست نمیشه. به راه حل‌های اصولی نیاز داریم. میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز. بچه‌ها بریم از این ور ببینیم چی میشه. در سلوشن های دیتایی، مدیریتی، سازمانی، ایده اینتگریتد انجینیر به ذهن من رسید. بریم سراغ استارت قضیه. سال 1391 621 بهش اضافه بکن 2012 یه مسئله دیسیژن و مدلینگ برای من پیش اومد. مدل چی بود بچه ها؟ مانکووا، یه دونه مولتی ورییت به اضافه یه دونه انالیزیس آف واریانس به اضافه کووریت. 10 تا هایپوتزیس دارم، زد در 5 من میگیرم 10% شرایط راف میشه 100% تایپ 1 ایرور در حالت یونیورییت. 15 تا هایپوتزیس باشه میشه چند تا؟ 150% تایپ 1 ایرور در حالت یونیورییت. اما اگر سایمولتینیوسلی بیام مدل بزنم فیکس میشه از اول روی 10% خلاص. چی؟ سایمولتینیوسلی فیکس میشه روی 10% خلاص. 10 کجا؟ 100 کجا؟ 10 کجا؟ 150 کجا؟ سال 2012 من یه تگی روی این داستان گذاشتم برای خودم، بهش گذاشتم لم برهان الدین رستگاری. این داستان چیه؟ تو یک ویدیو دیگه براتون شفاف سازی میکنم. من اومدم اصطلاح اینتگریتد انجینیر رو تراشیدم. بعد اومدم گوگل کردم. سال 2007 سال لیک سیتی یوتا USA این رشته با این واژگان راه اندازی شده. بریم ببینیم ویکی چی میگه در این مورد. 23 دانشگاه در 8 کشور مقوله اینتگریتد انجینیر رو تدریس میکنن. دیتیلش چیه بچه ها؟ Integrated Engineer is a degree program combining aspects from traditional engineering studies and liberal arts meant to prepare graduates for multidisciplinary and project-based workplace. تا اینجاش اوکی. اما Integrated engineers acquire background in core disciplines such as material, solid mechanics, fluid mechanics, and systems involving chemical, electromechanical, biological, and environmental components. تریب مهندسی اینجا. یک بیان دیگه از گوگل اینه. Design and implement a mechatronic system including mechanical design, electronic and software. به این میگه اینتگریتد انجینیر. اما من دنبال چیز دیگری هستم، پس اسم دیگری رو لازم دارم. دیتا ساینس چه سالی ایشیو شد رسما؟ 2012. مهندسی یک پارچگی رو که گفتم چه سالی ایشیو شد؟ 2007. پس دیتا ساینس جدیدتره. اون مهندس یک پارچگری را که ما میخواهیم در حوزه دیتا پرورش بدیم آمیخته است با مدیریت، کنترل پروژه، فرآیندهای سازمانی و غیره. پس اسمش میتونه مثلا باشه دیتا دیسیژن اینتگریتد انجینیر یا دیتا دیسیژن اینتگریتد منیجر که نه، چون که مدیران سنتی رو میخوایم بکنیم بیرون به این بهونه دوباره برمیگرده، بازی نمیشه. برگردیم به ابتدا. آیدیا و نگاه من تحت مسئله دیسیژن و فیکس کردن خطای نوع اول از ابتدا هستش. منتها سازمان رو که نمیتونن مدل مانکووا کنن، اما
هدفم ایجاد یک سیستم، یک پارچه جامعه هستش که هم عملیاتی باشه، هم خطاهای تصمیم‌های تک‌بعدی رو با تلفیقشون به تصمیم‌های چند بعدی متمرکز به شدت کاهش بده. اتفاقی که منجر شد به اون لم برهان‌الدین رستگاری نشون داد که من خطای تصمیم گیری کمتری دارم. اولا. دوم، با تجربه‌ای که من در سیستم ها و سازمان های مالتی دیسیپلین، چه هلدینگ تجاری، چه کانستراکشن یا ساختمان است، مثلا پالایشگاهی و موارد مشابه اون دارم، متناسب با کاهش شدید خطای تصمیم گیری من کاهش شدید هزینه ها رو دارم و این اون چیزی هستش که ما رو به هدفی که یک بنگاه اقتصادی مد نظرشه نزدیک میکنه. پس تکنولوژی دیتا، در دسترس پذیری دیتا، سیالیت دیتا و جریان دیتا، خصوصا با کاتالیزور هوش مصنوعی، یک تحول سازمانی رو میتونه به دنبال داشته باشه که با اینتگریتی هرچه بیشتر و دقیق‌تر و مهندسی‌تر منابع مالی رو برای من آزاد میکنه. رافلی اسپیکینگ با چه ضریبی؟ کا تعداد تصمیم های منه. اون 110 رو یادتون بیاد، اون 150 رو یادتون بیاد. و این اون چیزی هستش که مدیریت های تک‌بعدی و مدیری های سنتی رو پس میزنه و نیازمند نیروهای جدیدی هستش که آموزش دیده و با تفکر اینتگریتی دیسیژنینگ برن جلو. چون من اینجا اشاره کردم به مسئله هوش مصنوعی، یک توضیحی رو لازمه من اینجا بدم. مسئله رو یه مقداری بالاتر از سطح معمول هوش مصنوعی باید بهش نگاه کرد. در واقع یک سطح تخصصی سازمانی بر مبنای هوش مصنوعی. ببینید من اینجا کاربر هوش مصنوعی نیستم در واقع من کور CORE یا هسته هوش مصنوعی، یعنی اون جایی که گرادی دیسن میزنم رو روی یک مسئله تخصصی در اون سازمانی، در اون فرایندی، بین فرایندی دارم اعمال میکنم. یک نقد دیگه اینی که ما میخوایم ERP نیستا. من هم در راه اندازی ERP از نقطه صفرش بودم، اوراکل هم بوده و دیدم و هم مدل آبکیش رو در حوزه پیراپزشکی در کف بازار. ERP اون سیالیتی که ما میخوایم داشته باشیم رو نداره و اتفاقا امروز صبح من در سایت مکنزی اند کامپانی یه آرتیکلی در این خصوص دیدم و لینکش رو هم براتون خواهم گذاشت. ارجاع به ویدیوی اول بکلیر، این یکی از اون بازنویسی هاست که میگفتم. در پایان اگر شرکت هایی هستن که کپاسیتیشون اجازه بده، ما استقبال میکنیم که تیم ورک یا هر جوری که اوکی باشه در خدمتشون باشیم. همینطور اگر تیم ورک هایی باشن که قصد ارائه خدمت یا تولید محصولاتی رو داشته باشن، مثلا سیستم های آموزشی، باز هم ما هستیم. See you again.